به نام خدای دانا و بینا. یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. سلام بچه های عزیز، گل دخترها، گل پسرها، خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ خوش آمدید به برنامه خودتان، یعنی یک آیه یک داستان. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. وصفینا رسول الله لا تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام علیکم، السلام علیکم. بچه ها میدانید در برنامه امروز مهینه جان همراه ما نیستند. میخواید بدانید چرا؟ آخه مهینه جان کمتر سرما خورده است و گلویش درد میکند. برای همین من هم یک هدیه برایش گرفتم که بعد به شما هم خواهم گفت، اما اکنون میخواهم روم به دیدنش. شما هم دوست می‌دارید همراه من بیایید؟ چه خوب! پس چشمانتان را ببندید و در عالم خیال همراه من شوید تا برویم دیدنی مهینه جان. سلام دوستی خوبم، مهینه جان. سلام. ای وای چی سرمایه خوردی؟ راستی پیش دکتر رفته ای؟ بله، یک دنیا دارو داد که همه را سری وقتش میخورم. آفرین عزیزم، انشالله زودی زود حالت خوب می شود. نگران نباش. من هم برایت یک چیز آوردم که کمک میکند زودتر حالت خوب شود. بفرما، عسل. رحمت کلان. شیرینی عسل برای گلو درد ضرر ندارد؟ نه عزیزم، عسل خیلی هم برای گلو درد مفید است. با خیال راحت بخور. مهینه جان، میدانستی عسل آنقدر فایده دارد که حتی در قرآن کریم هم نامش آمده و از آن به عنوان ماده شفا بخش یاد شده است؟ یک آیت هست که می‌فرماید ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. یعنی عسل باعث شفای همه دردهای مردم است. نه، نمیدانستم. چه جالب. من فقط این را میدانم که زنبورها عسل را میسازند. فکر میکنم خیلی درباره عسل نمیدانم. میشود کمی بیشتر درباره عسل برایم بگوید؟ البته، اما اول صبر کن تا برایت یک عسل چای با مزه تیار کنم تا شما بنوشی و گلویت زودی زود خوب شود. خب این هم عسل، این را بنوش، بعد هرچی خواستی برایت میگویم. بفرما، نوشی جان. رحمت، تشکر بسیار. نمی ارزد دوستی خوبم. خب از خاصیت عسل این را بگویم که در عسل یک ماده پرفایده هست به نام آنتی باکتریال. آنتی باکتریال این دیگر چیست؟ یعنی اینکه یگان میکروب نمیتواند در درون عسل رشد کند.
برای همین عسل یک خوراکی کاملا سالم است و مدت‌های زیاده می‌تواند سالم بماند. بله. من همین پگاهی در وقت چای خوردن کمتر نان و عسل خوردم. آن عسل را پدرجانم 1 سال پیش از خانه عمکم که در کوهستان هستند آورده بودند. بله، عمر عسل بسیار هم طولانی است و سالها سالم میماند. راستی مهینه جان، میدونستی زنبورها در هنگام ساختن عسل دقت و توجهی بسیار میکنند؟ مثلا اینکه یک زنبوری عسل هرگز بر روی گل و گیاهان آلوده نمی نشیند. حتی در ورودی کندو چند زنبور همیشه می ایستند تا مثل نگهبان مراقب باشند که مبادا یگان چیزی آلوده وارد کندو شود. وای چقدر جالب! عسل برای از بین بردن خیلی از میکروب ها و بیماری ها فایده دارد. مثل همین سرماخوردگی شما دوستی نازنینم. چه خوراک پرفایده‌ای! مهینه جان، ویتامین های موجود در عسل خیلی زیاد است. برای همین توصیه می شود که بچه ها یا افراد مسن و پیر که بدنشان کمتر ضعیف است حتما عسل بخورند. چون عسل در رشد و قوت گرفتن آدم ها خیلی مؤثر است و سبب می شود که مغز و حافظه ما قوی تر شود. دانشمندان می گویند 1 قاشق عسل 1 دنیا قوت و نیرو و انرژی به بدن می رساند. من هم خیلی عسل دوست دارم و حالا که اینقدر فایده هایش را دانستم تلاش میکنم تا بیشتر عسل بخورم. اما یک سوال دیگر، چرا رنگ عسلی که من پگاهی خوردم با این عسلی که شما برایم آوردید فرق میکند؟ آفرین دختری زیرک. رنگ عسل‌ها با هم فرق میکنند. چون زنبورها برای ساختن عسل روی گل و گیاهان مختلف می نشینند. حتی گاهی شکل عسل‌ها نیز با هم فرق دارند. این عسلی که من برایتان آوردم عسلی آویشن است. یعنی زنبورها روی گیاهی آویشن که بسیار هم برای سرماخوردگی مفید است نشستند و از شهد آن نوشیدند و عسل را ساختند. آها، حالا فهمیدم. خب عزیزم، من دیگر باید روم تا شما هم استراحت بکنید و البته داروها و شربت عسل را فراموش نکنید. امیدوارم زود حالت خوب شود. خوب، حتما. دوستان عزیز، بچه های خوب و مهربان که برنامه خودتان را میشنیدید. امیدوارم شما هم از برنامه امروز خوشتان آمده باشد. درباره عسل حرف‌های زیاد است، اما چیکار کنیم که وقتی برنامه تمام شده است و اکنون نوبت خداحافظی است. از خدا می‌خواهم همه بچه‌ها، مخصوصاً شما فرزندان تاجیکستان، همیشه سالم و تندرست باشید. خداحافظ، گل‌های خوشبوتر و شیرین‌تر از عسل. روشنی هر راه مستقیمی، امید قلب خسته یتیمی، بهشت مؤمنان حق پرستی، تو ایز جنت خدا نسیمی.